سهراب عبدالحمیدوف ساکن 44 ساله استرافشان که سالها باز در بازار مرکزی این شهر به عوض کردن پول مردم مشغول بود، تقریبا یک ماه باز غیب زده است. ساکنان مبلغ‌های بزرگ را برای عوض کردن به او می‌دادند و حالا حیرانند که پول خود را چگونه پس بگیرند. در همین حال مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت به خبرگزار اسپوتنیک گفتند که نسبت به این ساکن استرافشان با ماده 247 قسم 4 قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرده شده است. عبدالحمیدوف سهراب عبدالسلاموویچ سال تولدش 1976 استقامت کننده شهر استرافشان به آن اساس در صادر نمودن جنایت قلابی گمانبر دانسته می شود که نام برده از یک ساکن 34 ساله جماعت سورستان استرافشان 920,000 سومانی برابر به 80,000 دلار امریکایی می باشد برای انتقال دادن به کشور چین گرفته ولی به احتیاجات خود صرف کرده است، گفتند از مقامات حفظ حقوق. و گفته مقامات عبدالحمیدوف از سال 2015 تا این جانب فعالیت بانکی را بدون بقیدگیری یا اجازتنامه مخصوص در حالتی که چنین اجازتنامه حتمی می باشد با ویران کردن شرایط لیسانس قانونی مشغول گردیده با این را به باوری شهروندان در آمده مبلغ‌های آنها را گرفته است. تفتیش پرونده علیه سهراب عبدالحمیدوف را پروکراتور ولایت سوخت پیش میبرد.